30 سپتامبر در تاجیکستان روز جلال‌الدین بلخی از نمایان‌ترین سخنوران فارس و تاجیک تجلیل می شود که در قرن 13 تکانی بزرگ به ادبیات وارد کرده است. دیوان شمس و مثنوی معنوی که از 6 دفتر عبارت بوده اساسهای فلسفه تصوف را در بر میگیرد از بزرگترین آثار او به شمار می رود. چرا مولانا به این حد محبوب است؟ کدام پارچه شعری مولانا را هوادارانش می‌دانند و آن چی معنی دارد؟ چرا موقع او در ادبیات ملی و جهانی خاص است؟ حالا می‌رویم به این سوال‌ها پاسخ می‌پرسیم. بمیرید، در این عشق بمیرید، در این عشق چو میرید همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید، از این خاک برآیید، از این مرگ مترسید، از این خاک برآیید و سماوات بگیرید. خوب، این غزل بسیار دراز است. در باره مولوی چی گویم؟ این شخصیت نادرترین روی دنیا است، بزرگترین شاعر است که ما همه تاجیکان باید با این شخصیت خیلی افتخار داشته باشیم که این شخصیت در تمام دنیا میدانند. این کلاسیکی که در آثار مولانا وجود دارد و امروز به این سطح شاعران ما نمیتوانند چنین کلاسیک را به وجود بیارند. خوب برای احیای فرهنگ بزرگ معنوی ملت تاجیک و تمام جهانیان فکر میکنم که آثار مولانا میتواند یک روح بخش انسانیت باشد. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. با همین کلام من فکر میکنم که مولوی خاتمه نمی شود و مولوی در همین هم جمع‌بندی می شود. مولوی متعلق نه فقط به ملت تاجیک و به ملت ایران زمین بزرگ، بلکه متعلق به تمام آدمان روی دنیا است، ناوابسته از دین، مذهب، پوست، نژاد و قومیت و خلقیت آنها. چند پیش در کتابخانه ملی با در نظر داشت روز مولانا آثار مولانا برگزار گردید و در اونجا اکثر پژوهشگران یک فکر را ابراز داشتند که مولانا وطن ندارد بلکه مال جهانی است. این فکر اشتباه است. این فکر پان اسلامیسم است و ما باید تاجیکان در واقع با آثار و حیات فعالیت مولانا آشنا باشیم از نزدیک، چون که هیچ گونه ارتباط شویی در زمان پست مدرن ما را از مولانا دور نمی کند. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، گفته ما گفت آن کی یافت می نشود، آنم آرزوست. از اینجا جسارت زیادتر می شود. شاعر بزرگی ملت تاجیک به حساب می رود. گفتهش امروز یک نوع عکسگزاری اوضاع تمام جهان را در بر می گیرد که می گوید یک دل که نیست از غم دوران کباب کو، یک دیده که نیست خیال براب کو گلبونی که باد فراقش نریخت برگ، یا گلشنی که دهر نکردش خراب کو. در بحر نیستی که خرد خواندش فنا، یک قطره کو نرفت بسر چون حباب کو. ای بختیار دولت فرصت نگه دار، اندیشه کن که بخت جمع کامیاب کو. بختی که بردوام بود در جهان کی راست، بختی که بردوام بود در جهان کی راست، تختی که نیست در صدد انقلاب کو.